امیر پایور گزارش میداد. آیریس بیری، معاون مدیر مؤسسه پروژه ایران که هدف آن توسعه روابط ایران و آمریکاست، از نیویورک با ماست. همین چند لحظه پیش سخنگوی کاخ سفید گفتش که تحریم‌های بیشتر علیه ایران توسط کنگره میتونه غیر سازنده باشه. روشن هستش که دولت آمریکا به شکل جد نگران تحریم‌های بیشتر توسط کنگره هست. بله قطعاً. تحریم‌های بیشتر در این لحظه‌ای که داره مذاکرات پیش میره میتونه و طرح اقدام مشترک و توافق موقتی که سال قبل تصویب شد یک حرکت عاقلانه‌ای نخواهد بود با توجه به تمام پیشرفتی که ما کردیم، با توجه به کنگره جدید که میاد در ماه ژانویه. قطعاً تحریم‌های جدید صحبت شده توسط برخی از کنگرسمن‌ها. بنابراین باید بگم که برخی از اونها خیلی حمایت میکنن با این وجود از تمدید مذاکرات. حالا که مذاکرات به توافقی جامع نرسیده، خیلی از حرفها منفی است طبیعتاً، اما شاید تصویری بزرگتر که بعضی دیگر به اون نگاه میکنن این هست که یخ روابط ایران و آمریکا طی این یک سال به شدت ذوب شده. الان دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی به راحتی با هم ملاقات میکنن. هر روز ما جان کری وزیر خارجه آمریکا رو میبینیم با همتای ایرانیش. شما که مؤسستون به دنبال بهبود روابط با ایران هم هست، چقدر این رو مثبت میبینید در آینده روابط دو دشمن دیرینه؟ ما فکر می‌کنیم که این یک تحول مثبتی هست و همین تمدید مذاکرات در این مرحله فکر می‌کنم جدیت آمریکا رو نشون میده که در این روند نمیخوان به هر گونه توافقی برسن، بلکه میخوان به توافق درست برسن. بنابراین فکر می‌کنم این خیلی مهمه برای ما. امیدوارم که بتونیم اگر تونستیم به یک توافق جامع برسیم در مورد برنامه هسته‌ای ایران، بتونیم یه تغییراتی هم در روابط ایران با کشورهای دیگه از جمله آمریکا ببینیم و مسائل دیگری هست که باید بحث بشه در موردش. اما اول از همه باید به یک توافق جامع در مورد برنامه هسته‌ای ایران برسیم. بنابراین من فکر نمی‌کنم این تحولاتی که امروز دیدیم منفی بوده. فکر می‌کنم خیلی مثبته و فکر می‌کنم این کمک خواهد کرد که همه طرف‌ها از جمله گروه 5+1 بتونن متحد روابطشون رو با ایران پیش برن و همه طرف‌ها جدیت نشون دادن برای پیشبرد این هدف. خیلی زود هستش که شاید در این باره صحبت بکنیم، اما فکر میکنید که طی ساعات آینده واکنش ها در خود آمریکا چه خواهد بود به اینکه این مذاکرات تمدید شده؟ من فقط برای بینندگانمون اشاره بکنم که در سمت چپ تصویر میدیدید منتظر کنفرانس مطبوعاتی وزیر خارجه ایران و همت خانم اشتون هستیم. همونطور که شما گفتین خیلی زوده که بخوایم تصمیم بگیریم که چون همین امروز صبح به وقت آمریکا این اعلام شده، ولی فکر میکنم انواع و اقسام عکس‌العمل‌ها رو خواهیم دید. ولی فکر میکنم گروه ما پروژه ایران، ما از همه سیاستمدارها میخوایم که تمام گزینه‌ها رو در نظر بگیرن برای یک توافق خوب و هیچ کدوم از این گزینه‌ها بهتر از یک توافق جامع نیست. دولت آمریکا همیشه گفته که دیپلماسی بهترین راه برای رسیدن به توافق و همینطور رسیدگی به بحران هسته‌ای ایرانه. بنابراین فکر می‌کنم که خیلی از سیاستمدارا بیانیه‌های مختلفی خواهند داد، ولی ما یک بیانیه مثبت امروز صادر کردیم و حمایت خودمون رو اعلام کردیم و فکر می‌کنم دولت آمریکا هم اینا هم میدونن که گزینه‌های دیگه خیلی بدتره، مثلا حمله به ایران یا تحریم‌های بیشتر که میتونه کل این پروسه رو از بین ببره. بنابراین خیلی مهمه که سیاستمداران آمریکا از دولت آمریکا حمایت کنن در این مذاکرات. آیریس بیری، معاون مدیر مؤسسه پروژه ایران که مؤسسه‌ای که هدفش توسعه روابط ایران و آمریکاست، از نیویورک با ما بود. ممنونم از شما. Thank you for having me.